درود. امروز چهارشنبه است 13 مارس و در برنامه خبری امروز من طاهر سفر با شما هستم. حالا سرخطی چندی از خبر و گزارش های برنامه. گنبدهای مسجد کلانترین نورک را با هلال بزرگش برکندند. گنبدها به که خوش نیامد و چرا آنها را ویران کردند؟ سه گنبدی که روی این مسجد نو بنیاد بود که ما پاره های اون را میبینیم برکنده شدند. در سراسر تاجیکستان بسیاری از مناطق ساعت‌های معین برق ندارند. قطع اعلان نشده نیروی برق سال‌های زیادی را در بین مردم به وجود آورده است. 8 میکشد تا ساعت 5 بگه سوید نیست. همین چی و برای ترانسفورماتور سوخته است. تاجیکستان می‌خواهد گوگل از حساب درآمدهایش در داخل کشور مالیات بپردازد. طرح قانونی در این باره در راه است و به زودی بررسی می‌شود. شرکت‌های خارجی که به خدمت رسانی الکترونی به شخصان واقعی انجام می‌دهند و درآمد می‌گیرند، اندازه ارزش داشته‌اش را در جمهوری تاجیکستان پرداخت کنند. تفصیل خبرها. در شهر نورک بعد 2 روز باز شدن یک مسجد جامع بزرگ به روی نمازگزاران گنبدهای این مسجد را ویران کردند. مسجد در دهه دهنه را 12 سال ساختند و روز 8 مارس باز کردند، اما گنبدهای آن ظاهراً به کسی خوش نیامده است یا با سبب‌های دیگر که آنها را ویران کردند. همکار ما میرزا خالقزاد و شادمان یتیم به دهه دهنه رفتند تا واقعیت را بفهمند. ما در نزد مسجد کلانترین ولی نو بنیاد شهر نورک قرار داریم که از همه مسجد کلانترین و برهواترین شهر نورک به حساب می رود و روز جمعه گذشته بار اول مردم در اینجا نماز جمعه ادا کردند. سه گنبدی که روی این مسجد نو بنیاد بود که ما پاره های اون را میبینیم برکنده شدند، اما تا حال حاضر شرح داده نشده است که سبب برکندن این گنبدها که میگن بلندیشون تا 16 متر بود حالا روشن نیست و چرا گنبدها برکنده شدند. نمایندگان این مسجد تا حال حاضر شرح ندادند که برای چی گنبدهای این مسجد شکسته شدند. از اینجا طور بسیار هم خوب به چشم میرسد این دو گنبدی که در درآمدگاه اساسی قرار دارند از طرف چپ و راست اینها برکنده شدند و یکی دیگر از گنبد اساسی و بزرگترین که در میان آن بود و از اونجا مؤذن باید از آن میخوان اون نیز برکنده شده است و ببینید هم از طرف راست و هم از طرف چپ آنها بریده شدند و بالای آنها با سرپوش آهنی محکم کرده شدند. طور ساکنان سریراهی با ما صحبت داشتن گفتن که تقریبا 4 مسجد دیگر هم همین گونه گنبدهایشون برکنده شده است و ما حال حاضر نمی‌دونیم که این مسجدها در کجا هستند، ولی اونها رو باید ما روشن کنیم، پیدا کنیم و معلوم کنیم سبب اصلی چی است. میرزا خالقزاد گزارش میداد. همکارم بعدی بازگشت از دهنه به جنیدالله وهابوف رئیس شعبه دینی حکومت شهر نورک مراجعت کرد و سبب‌های خراب کردن این گنبدها را پرسید. جنیدالله عبیدوف گفت که در طرح مسجد گنبدها پیش بینی نشده بود، برای همین آنها را کندند. در تاجیکستان در چند سال اخیر صدها مسجد را برای نداشتن سندهای لازمی بستند یا به مؤسسه‌های اجتماعی تبدیل دادند. حامیان حقوق میگویند بستن مسجدها ادامه محدود کردن آزادی‌های دینی در تاجیکستان است. یک جوان تاجیک که خود را افسر کمیته امنیت ملی معرفی می‌کند با نشر یک مراجعتنامه ویدیویی در فیسبوک میگوید که از روز 12 مارس همکاری با کمیته امنیت را بس کرده است. جاویدان غیورزاده در مراجعتنامه 17 دقیقه‌ای خود را کارمند سابق سفارت تاجیکستان در قاهره معرفی کرده میگوید کمیته امنیت او را با مأموریت به آلمان فرستاد تا درباره مخالفان دولت و به خصوص اعضای حزب ممنوع نهضت اسلامی معلومات جمع بیاورد. او به قول خودش در آلمان است و از سازمان‌های حامی حقوق می‌خواهند به او کمک کنند. مقامات تاجیکستان این بیانیه را هنوز شرح ندادند، ولی این مقامات را به تعقیب دیگر اندیشان در خارج و به خصوص اعضای حزب ممنوع نهضت اسلامی متهم می‌کنند. و بیننده ارجمند، در این فرصت برنامه شما را به تماشای بخش سوم سلسله گفتار ریگ آمو دعوت میکنیم که در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب و هم صفحه رادیو آزادی.org نشر شده است. اگر دوست دارید تاریخ هستید پس برنامه را حتما ببینید. سوال و نظرهای خود را هم بفرستید، در برنامه‌های بعدی پاسخ میدهیم. ادامه برنامه. در بسیاری از مناطق تاجیکستان از روز 13 مارس نیروی برق را به اعلان قبلی از نیمه شب خاموش کردند.
بسیاری از ساکنان میگویند هم روزانه و هم شبانه نیروی برق ندارند و مقامات رسمی هم نمیگویند سبب محروم کردن مردم از برق چی هست. برات یوسفی برای آگاهی از وضع به چند دهه گرد و اطراف دوشنبه رفت و هم سبب قطع نیروی برق را از نمایندگان شرکت برق تاجیک پرسید. محدودیت چند روز اخیر ادامه داشته انتقال برق روز سه‌شنبه 13 مارس تقریبا تمام مناطق تاجیکستان را فرا گرفت. شروع از ساعت 8 تا 9 صبح در اکثر منطقه های تاجیکستان برق خاموش کرده شد. ساکنان میگویند در منطقه ها تقریبا 2 هفته اخیر شبانه برق را خاموش میکردند و 10 روز اخیر است که روزانه هم برق ندارند. 6 ساعت دادستیم. از ساعت 5 بگه تا ساعت 12 شب. با از سحر ساعت 8 میکشد تا ساعت 5 بگه سوید نیست. همین چی و برای ترانسفورماتور سوخته است. همین کشته در گیراندن. سببش گفتن برای چی میکشن؟ سببش نیست. با این مانند اکثر ساکنان نمیدونند که سبب محدودیت اعلام نشده انتقال برق به منزل‌هایشان در این فصل بهار چی است. زیرا به قول آنها زمان جاری بودن لیمیت در سالهای گذشته حداقل در ماه مارس که هوا به گرمی می‌گراید لیمیت برق را می‌برداشتند. برای روغن باشه ما روزی تستر وای کنم او پر کنم با وای کنم دویم چیشم وای کنم اگریگاتورش ما روزی بعد همی سویت کشی خلاص شوه. اما مسئولان در شرکت برق تاجیک جاری شدن محدودیت در مناطق کشور را تایید میکنند ولی میگویند این محدودیت موقتی است و با ذخیره کردن آب برای روغن هیچ ارتباطی ندارد. برق تاجیک تاکید میکند که این محدودیت انتقال برق به تمام منطقه های کشور در روزهای نزدیکترین انتظار میرود تا جشن نوروز پورا لغو کرده شود. این یگان با آب جمع کردن و با یگان چیز یگان رابطه ندارد. این اما پیشتر هم گفتگی بودیم دیگر رسانه ها. این همین وقتی که از یک دوره دشوار زمستان ما بیرون برآمدیم برای دوام دادن فعالیت مثلا حالی تیاری با آبیاری ماشینی تیاری با جشن نوروز ما باید همین تجهیزاتایی که زمستان دراز کار کردن همینا را یک از تعمیر پروفیلاکتیکی گذرانیم. این قاعده است، هر سال است و هر سال ما یک بار شرح میدیم. این در حال است که 2 روز اخیر نیز ساکنان از قطع شدن برق در محله‌های مختلف حتی پایتخت شهر دوشنبه هم شکایت دارند. روز سه‌شنبه 13 مارس در محله‌های مختلف برق نبود و چراغک‌های راهنما در راه‌های بزرگ خاموش بودند و حتی در اکثر آنها کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی نیز برای تنظیم راه هم حضور نداشتند. تیر ماه سال گذشته قبل از به کار انداختن چرخه اول نیروگاه برق آبی روغن هم تقریبا 2 ماه در اکثر مناطق کشور شبانه و روزانه برق را خاموش می‌کردند و آن محدودیت تا زمان فعال شدن نیروگاه روغن ادامه کرد. آن زمان هم شرکت برق تاجیک توضیح داده بود که سبب محدودیت کارهای تعمیر پروفیلاکتیکی شبکه‌های برقرسانی و ایستگاه‌های تقسیمات برق است. بعد از بیشتر از 2 ماه قطع پروازها و سر و صدا درباره مفلس اعلام کردن شرکت دولتی تاجیک ایر، این شرکت گفت که دیگر باره به پروازها شروع می‌کند. قرار است از آخر همین ماه هواپیمای تاجیک ایر پروازها به خط سیر دوشنبه مسکو و برعکس را شروع کند. درباره از پرواز ماندن و دیگر باره بالکن شدن تاجیک ایر کیومرثی‌ها گزارش می‌دهد. شرکت ملی هواپیمایی تاجیکستان اعلام کرد که از 31 مارس امسال پروازها به کشورهای جهان را از سر می‌گیرد. اکرام سبحانزاده مدیر آژانسی اویاسیون گرجانی به خبرگزاری خبر گفته است تمام سندهای ضروری را برای پرواز هواپیماهای تاجیک ایر گرفتند و بعد از موافقت با ساختارهای دیگر پرواز در خط سیر دوشنبه مسکو برقرار می شود. خبرگزاری نوشته است که روز 11 مارس فروش بلیط در خط سیر دوشنبه مسکو و مسکو دوشنبه آغاز شد. پرواز نخستین هواپیماهای تاجیک ایر در این سمت روز 31 مارس سال روان در نظر داشته شده است. به گفته مقامات پس از انجام رسمیات ماه اپریل پرواز هواپیماهای تاجیک ایر در دیگر خط سیرها نیز برقرار کرده می شوند. از روز 5 ینور پرواز هواپیماهای تاجیک ایر به داخل و خارج متوقف شد و بسیاری از کارمندان آن را به رخصتی بیموز فرستادند. سبب هم مشکلات مالی در شرکت گفته می شد. تا 6 سال پیش تاجیک ایر بیش از 71 میلیون دلار از این و آن قرضدار بود. حالا بنا به گزارش‌ها از شرکت‌های ایروناویگاسیون قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و ترکمنستان هم قرضدار است.
توجیک تا 1 ینوری سال 2018 31 هواپیما و چرخبال داشت. 5 هواپیمای شرکت بوئینگ است که تا روز 5 ینوری امسال اساساً به روسیه و کشورهای دیگر خارجی نزدیک پرواز می‌کردند. تیر ماه سال 2018 بعد بد شدن احوال شرکت، حکومت برنامه مخصوص دستگیری دولتی تاجیک ایر برای سالهای 2018 و 2023 را قبول کرد. برنامه روز 25 سپتامبر تصدیق شد، ولی 4 ماه نگذشته تاجیک ایر به زانو زد و پروازهای آن را به شرکت خصوصی سامون ایر دادند. بینندگان عزیز، رقم مخصوص رادیو آزادی در وایبر و واتساپ همانو در خدمت شما هست. اگر میخواهید خبر و عکس و نوار شما در برنامه خبری رادیو آزادی نشر شود، پس با ما تماس بگیرید. شماره تلفن ما کد 420 724 056 681. در صورت دریافت خبر، عکس یا ویدیو ما با شما تماس میگیریم و جزئیات را میپرسیم. مقامات تاجیکستان میگویند طرح قانونی را آماده کردند که در صورت قبول آن شرکت گوگل موظف می شود در داخل کشور مالیات بپردازد. گوگل عمدتاً از حساب ترغیبات یا رکلام در میان مشتریان زیادش درآمد به دست می‌آورد. اگرچه در کشورهای دیگر هم مالیات می‌سپارد، اما معلوم نیست در تاجیکستان از این شرکت چگونه مالیات می‌گیرند. گزارش شادمان یتیم در همین باره است. تاجیکستان قصد دارد از شرکت‌های خارجی به مانند گوگل که به ساکنان کشور خدمات الکترونی پیشنهاد می‌کنند انداز ستاند. وزارت مالیه تاجیکستان علاقه طرح الوه‌ها را به کدکس انداز آماده کرده است و آن را روزهای نزدیک به حکومت می‌فرستد. قانونگذاری تکمیل داده شد، امکانات باید فراهم آورده شود که غیر رزیدنت یعنی شرکت‌های خارجی که به خدمت رسانی الکترونی به شخصان واقعی انجام می‌دهند و درآمد می‌گیرند انداز درش داشته شده در جمهوری تاجیکستان پرداخت کنند. گوگل و شرکت‌های دیگر جهانی در تاجیکستان نمایندگی ندارند و مسئولان کمیته انداز هم نگفتند که درآمد این شرکت‌ها از حساب ساکنان تاجیکستان چگونه حساب خواهد شد. مقامات می‌خواهند از تجربه روسیه استفاده کنند. در روسیه از سال 2017 شرکت‌های بزرگ خارجی به مثل گوگل موظف شدند که به بودجه آن کشور انداز از ارزش الوه شده سپارند. برای این شرکت‌های بزرگ خارجی باید در مقامات‌های انداز روسیه ثبت نام شوند. برخی از کارشناسان تاجیک چنین تصمیم مقامات را خوشایند نمی‌دانند. فکر می‌کنم شرکت‌های از همه فعالتر در تاجیکستان، آنهایی که در فیسبوک صحیفه‌های مخصوص دارند یا اینکه از شرکت جستجویی گوگل و اون دیگر خدمات رسانی گوگل استفاده می‌برند، اونها در برابر فعال هستند و خود علاقه اندازسپار هستند و اگر ما باز دوباره انداز بندی نماییم اونها راست میتواند خود فیسبوک از ما رو گرداند. این گونه خطر نیز وجود دارد، چون که ما برای این دو شرکت به مثال گوگل و فیسبوک اونقدر دولت بزرگی نیستیم که اونها رو به ترقیات ما نهانند و گویند که بگذار این دولت کاربر زیاد دارد، درآمد زیاد از این کشور ما به دست میاریم، بگذار ما انداز سپاریم به باج دولتی. اونها میتوانند با پرگی از ما رو گردونند. این نخستین اقدام مقامات تاجیکستان در رابطه با ستانیدن انداز از بخش مخابرات نیست. قبلا مسئولان این نهاد گفته بودند تلاش دارند از گفتگوها طریق مسنجرها از قبیل وایبر، واتساپ و ایمو نیز انداز ستانند. شادمان یتیم، مولا رجب یوسفی، آزادی، دوشنبه. حفیظ خان بوتای و یک ساکن شهر دوشنبه میگوید بعد شکایت از بیرحمی کاردهنده‌اش به مقامات میلیسه مسکو امر دادند که او از روسیه اخراج کرده شود. مادر دو فرزند که سالها در پایتخت مسکو در یک کارگاه قنادی کار میکند، اول هفته به رادیو آزادی گفت که او را روز 3 مارس فروشنده مغازه با نام مگنیت بیرحمانه لطوکوب کرد. بعد از آنکه به مقامات میلیسه شکایت برد، او را دستگیر کردند، به دادگاه بردند، حکم اخراجش را صادر کردند. صاحبان مغازه و میلیسه روسیه این قضیه را شرح ندادند. و بیننده ارجمند، برنامه ما به پایان رسید. اخبار و گزارش‌های بیشتر در وبسایت azadi.org و هم کانال آزادی ویدیو در یوتیوب. تا دیدار در برنامه دیگر.